بخیر. از الان بگم بابت صداهایی که داره میاد واقعا متاسفم، نمیتونستم کارش کنم. دلم نمیخواست اتاقم فیلم بگیرم، گفتم بذار یه تنوعی ایجاد بشه. واسه همین الان توی سرما و توی این سر و صدا مجبورم براتون ویدیو بگیرم. قبل از هر چیزی بگم که امروز من کار خاصی ندارم جز اینکه میان ترم دارم. واسه همین دلم خواستش که یه روز پروداکتیو و مفید داشته باشم. کاری بکنم که این چند وقت خیلی نکردم. مثلا من خیلی وقت با خودم تنهایی نرفتم قدم بزنم. بکنم امروز برم یه ذره این اطراف قدم بزنم، بگردم برای خودم. یکی از کارهای دیگه که خیلی وقت نکردم این که بشینم برای خودم کتاب بخونم. شده مثلا درسایی که هست رو بخونم ولی ننشستم کتابایی که دوست دارم رو بخونم. کلی هم کتاب دارم که نخوندم. به نظرم یکی از کار دیگه هم که باید انجام بدم حتما کتاب خوندنه. و کار بعدی که خیلی دلم میخواد انجام بدم درست کردن ناهار امروزه. اگه به من بود دلم میخواد سوشی درست کنم ولی باید بریم جلبک و اینا بگیریم. واسه همین به نظرم یه غذای سخت ایرانی شاید درست کنم. هوا بالاخره پاییزی شده، اون سرماش بالاخره داره خودشو نشون میده. یکی از کارهای دیگه هم که جدیدن شروع کردم انجام دادنه ژورنال کردن یا نوشتن مثلا در حد یه پاراگراف از روزمه برای خودم که بعدا نگاش میکنم یه دفترچه خاطراتی چیزی ازش داشته باشم. اونم حتما بهتون نشون میدم که چجوری انجامش میدم. فعلا بریم که صبحمون رو شروع کنیم. این همونیه که تنم بود. میگم جای اون کاش اینو بپوشم. به نظر شما کدوم بهتره؟ البته وقتی بخواید نظر بدید من دیگه پوشیدم و رفتم ولی باز نظرتون رو بدید. احساس میکنم این چون به هدفونم حتی قراره بیادش همینو میپوشم. سردم شده ولی باز اونقدر نیستش، میتونن دووم بیارم. الان که کروسانمو گرفتم واقعا خوشحال‌ترم. قرار بود چیزای بد نخورم، چیزای رژیمی فقط بخورم ولی نذاشت، تحمل نکردم. یه اسپرسو هم میخواستم بگیرم که فقط دوبل داشت، منم تک میخواستم، سینگل میخواستم نداشت. خسته نشدم خیلی ولی حوصله ندارم یه ساعت دیگه برگردم. احتمال زیاد برم مغازه زمین خرید کنم بعدش برگردم. خرید که نه، برم نگاه کنم. اینقدر قیمتاش زیاد بود حتی طبقه بالاتر دیگه نرفتم. چه وضعشه؟ یه دامن 3 تومن. خیلی به فشار مالی وارد شد، باید برگردم خونه. دست خالی برگشتم خونه. جای تعجب نیست، انقدر همه چی گرون بود واقعا نتونستم هیچی بگیرم. لباسای قشنگی هم ندیدم حقیقتا
ولی یه ایده‌ای دارم. از اونجا که از جلوی چند تا لوازم تحریری رد شدم و رفتم توشون رو نگاه کردم، گفتم که من یه دونه بوم گرفته بودم توی یکی از ویدیوهای قبلی، چرا نیام امروز روی اون یه چیزی بکشم و به یکی از دیواره اتاقم بزنمش. واسه همین تصمیمی که دارم اینه که جای اینکه ناهار درست کنم امروز نقاشی بکشم. ایده ندارم چیه، ولی حتما یه چیزی میکشم که به اتاقم بیادش. تو قدم شمارم هم نگاه کردم، حدود 6000 قدم رفتم. دوست داشتم به 7000 برسه، چون توی برنامه‌ای که دارم هدفمو روی 7000 تا چیدم. واسه همین نمیدونم اون 1000 تای دیگر رو میخوام چیکار کنم. الان یکم استراحت میکنم، ادامه درسامو میخونم، با دوستم یه ذره تلفنی باید صحبت کنم، بعدش هم میرم سراغ ناهار و نقاشی. قبل از اینکه برم بگم من دیروز اومدم ابروامو رنگ کردم و خیلی تیره تر از چیزی شد که همیشه رنگ میکنم. همیشه خیلی روشنش میکنم، ولی این دفعه خودم رنگ گرفتم و انجام دادم و رنگش این شکلی شد. شبیه موم هست ولی من همیشه روشن‌تر میکنم ابروامو. یه ذره دوستش ندارم، احساس میکنم صورتمو خشن کرده. دوست داشتم تو ویدیو من باشه اون، ولی از اونجا که میترسم خیلی گم بزنم دیگه ویدیو نگرفتم ازش. بار بعدی که ابرومو رنگ کنم حتما ویدیوشو میگیرم براتون. نقاشی که میخوام بکشم به احتمال زیاد بتونم درش بیارم، ولی باز استرس اینو دارم که نشه. از اونجایی هم که رنگ سفیدم تموم شده و این رنگ سفیدی که مونده برام، اگه دقت کنید انقدر سفته مونده بالا همش. نمیدونم بشه از این استفاده کرد یا نه، ولی تمام سعیام میکنم که بتونم نقاشی رو در بیارم.